شیر بچم دستهای بلندی داشت، قامت رشیدی داشت. مگه کسی جرأت میکرد به بچم نزدیک میشه؟ از چشماش میترسیدم. چطور ممکنه به بچم نزدیک شده؟ مدتی فکر کرد، شروع کرد گریه کرده. گفت فقط یه راه داره، اونم اینه که اول دستاشو از بدن جدا ای گفت پسرم مبادا به حسین بگی داداش، به حسن بگی داداش، این بچه از کودکی به امام حسین و امام مجتبی علیهم السلام صدا میزد یا سیدی و مولا. جلو حضرت زینب با اصرار می نشست، انقدر ادب میکرد، اما یه جایی نالش بلند شد برادر تو دریا. ای وای یا رب. برای امام حسین گریه کن، اشک جاری شد استغفار کن. یا رب یا رب یا الهی و سیدی و مولا و مالک الدین، یا من بیدی ناصیتی، یا علیما بذری و مسکنتی، یا خبیرا بفقری و فاقتی، یا رب یا رب یا رب. آی صدا بزن. آخرین شب جمعه سال ها، بگو هر چی دوست داری بگو، هر جوری دوست داری بگو. خدا این ناله رو دوست داره، علل خصوص تو حرم امام رضا. یا رب یا رب. حیات همه صدا بزنن، هر کی داره میره همه اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار بذکرک و امورم و بخدمتک موصولا و اعمالی عندک مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادی كلها بردا واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا. یا سیدی یا من علیه مولی، یا من الیه شکوت احوالی،